سلام به دوستان عزیزم. اومدیم امروز با معرفی سریال وقتی تلفن زنگ میزنه. همطور که تو تصویر میبینین زوج اصلیمون این خانم و این آقا هستن، اما این دو نفر زوج واقعی نیستن، زن و شوهر واقعی نیستن. در واقع این آقا یک شخص مهم توی کره جنوبیه و یک شخص مقامدار هستش که قراره یکی از کاندیدای رئیس جمهور آینده باشه و این خانم هم همسرش هستش، همسری که نقش کسی رو در میاره که لال هستش اما در واقع لال نیستش. در واقع این خانم و آقا زن و شوهر واقعی نیستن. در واقع این خانم خواهرش شب عروسی فرار میکنه و برای جبران مجبورن خانوادهشون خواهر عروس و جای عروس بشونن. از زمان ازدواج اونا 3 سال گذشته و این دو نفر تظاهر میکنن که خیلی زندگی خوب و عالی رو در پیش دارن، با اینکه اینطور اصلا نیست. از قضا یه روز این خانم گروگان گرفته میشه و به صورت اتفاقی گوشی گروگانگیر دست این خانم میفته و با مبدل صدا با همسرش ارتباط برقرار میکنه و تهدیدش میکنه که اگه همسرش رو طلاق نده رازش رو به کل دنیا میگه و اینطوری مقام ریاست جمهوری ازش گرفته میشه. این چارت روابط تصویری بین بازیگرای توی سریال هستش که این آقا با این خانم زن و شوهر هستن، اما ازدواجشون به صورت سوریه، یعنی که هیچ کس نمیدونه که ازدواج این دو به جز خانواده هاشون سوری هستش. یک روز قبل از عروسی این آقا، عروس خانم فرار میکنه و برای جبران این خسارت خواهر عروس جای عروس میشینه و این دو هیچ رابطه‌ای ندارن، حتی با هم دیگه غذا نمیخورن، هیچ رابطه‌ای ندارن. این دو بازیگر عزیزمون از طرف این آقا بین این خانم علاقه یک طرفه وجود داره چون هم دانشگاهی بودن و از طرف این خانم هم به این آقا علاقه یک طرفه وجود داره. این آقا از اونجایی که یک شخص مقامدار و مهم توی کشور هستش همسرش رو به صورت علنی معرفی نمیکنه، چون میترسه که توی خطر بیفته و بقیه اونو به صورت نقطه ضعفش دست بگیرن. چند تا از عکسای مربوط به کنفرانس خبریشون و جلسه فیلمخوانیشون میذارم، میتونید با هم ببینید.